سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انرژی بالای بالاست. آقا ما داشتیم یه کاری میساختیم تو استودیو، یه نوتیفیکیشن اومد که آهنگ جدید ویناک به اسم قدیس. همه کارا رو گذاشتیم کنار، سریع دیگه بلند شدیم و کارا رو یه بار گوش دادم. گفتیم که یعنی از تنور نیامده انقدر رقابت کنیم یه کار ما زودتر از کار خود ویناکی داره میده بیرون ریلیز شه و یه ریاکشن باحال داشته باشیم. یه 2-3 قسمت تو برنامه‌های محتوایی دیگه بودیم، باز برگشتیم به ریاکت و چقدر خوبه که ریاکت یکی از دوستای خوبم کار قدیس از ویناکو با هم داشته باشیم. امیدوارم حالتون خوب باشه. از برنامه اگه راضی بودین کامنت بذارین، ما رو ساب کنین. دوستتون دارم. آماده شنیدن هستین؟ خب ایو الویناکو 021 بلاد خلبانی تنم با کلا جردن از صاحب قرانیه میام جردن. اولین جناسی که اوورد توی کار ایهام اوورد. جردن اول مایکل جردن رو منظورشه و جردن دومم که خیابون جردنه، مثل اون محلمون داشت نونیات تا قارشی. اینم ارزم به حضورت باشی کوکتل رو میزنم از کلمن، تو رپ گنده شدم رونی کلمن. ببین میگه کوکتل رو میزنم از کلمن، تو رپ گنده شدم رونی کلمن. اینم باز یه جناس دیگه داره، شد 2 تا جناس. آفرین. رسیدم ترکیه با بهارمانم تا فکادی کوی میاد کایتانه، شاستی بلنده سانتافه میگه ایشلی بیدیش انگه آلمانه. ببین این میشه موقوف المعانی، یعنی اومد 2 تا نقطه جغرافیایی آورد با زبون آلمانی و ترکی و به هم ربط داد اینا. یه ایشلی بیدیش که یعنی دوستت دارم، یعنی میگه دافعه اومد گفت ایشلی بیدیش به زبون آلمانی. یه جام که استانبول آورد وسط. من دارم دوبرمن اون داره اشپید، میگه بیا بریم میگم عشقی، 2 تا پلیس میبینم تو چشمی، شماره 4 تنمه شبی چشمی. خب شماره 4 تنمه شبی چشمی، نمیدونم داشتم ریاکت میکردم کار ارزم به حضورتون شماره 14 رئال گادپوری بود فکر کنم، آره شوامنی بود، اونم انگار نسل 4 و این زچایران یه گفتم که لباس تیم‌های مختلف و تیپ ورزشی و اینا رو دنبال میکنن و حالا انقدر هم تون نه، خود آروم باشم باهاتون. انقدر میخوام سریع این ریاکت برم جلو که قرار زود بدیم بالا، قرار نیست انقدر من تون صحبت کنم. خب ادامهش. رفیقام اکثرا کاسب سمی، به یادشونم حتی تو ساحل شرقی. بگو تو میتونی راجع به رپ چیزا وی فک سری نگی فازه به رد بید. زندگیم شله مانیتوری بهم میگم 20 شاری توی مانیتوری. ببین این زاویه فک زدیه به فکر میکنم که یه تیکه‌ای داره به حالا شخص یه سری از این آرنبی خونه، حالا شاید پوبون هم باشه که مثلا میگه فاز نگیره هیچ چشاتی نگیره یا زاویه فک زدی. حالا این برداشت منه، نمیدونم به کی تیکه انداخته. دقیقتو میگیرم تیری پاپیونی، زندونم برم در میون پاپیونی. حالا عوام شدش دلگیر، یه رو جبرئیلم یه رو ادریس، شمشیر زئوس میره تو ابلیس، بیتام مقدس شدم قدیس. حالا عوام شدش دلگیر، یه رو جبرئیلم یه رو ادریس، شمشیر زئوس میره تو ابلیس، بیتام مقدس شدم قدیس. ببینید بچه‌ها کاور کار یه دونه عکس از خود ویناکه که یه سیگار برگ دستشو داره، سیگاره رو میکشه، ولی من تو کامیکسونی که از این کار دیدم یه تیشرت سفید بود روش نوشته بود قدیس. حالا این قدیس هم میتونه تقابل خیر و شر باشه، نمیدونم شمشیر زئوس که خدای باستان یونانی هاست بر تضادی داره با ابلیس دیگه، یعنی اون مظهر ناپاکی و شیطنت و این اتفاقات، یعنی اینا رو اومده با هم یه تضادگیری کرده. زندگیم شد اشتراک، افتادم تو منجلاب، یه رو پول نداشتم باز کلاب، الان سلام پخشه توی کلاب. ببین حالا اون همونجوری که بعضی وقتا 2 تا کلمه با هم ایهام تناسب پیدا میکنن، این کلاب با اون کلاب میگه یعنی که یک معنی میده ولی جایگاه فرمش متفاوته. میگه یه روزی پول نداشتم که حتی کلاب برم، الان همه کلابا صدای منو گذاشتن، باحال بود. جمع شده کشور دورم، خیلی ها پیشم خواستن استر کنم، زیر نور میشه چشمم روشن، خیانت دیدم چشمم روشن، شمشیر و غلافه شب و دور هم جمع میشیم مشکلافه.
ببین حالا کار گنگتور بود، یه تیکه حالا از یه شکست عشقی اومد گفت و اینا که همیشه هر آرتیستی هر کی که هنری است نداره که بگم وقتی یه شکست عشقی میخوره خیلی متلاشی تر از یه آدم معمولی میشه. مثلا میگیرن متلاشی تر و یه خورده ناراحت تر از آدم‌های معمولی میشه. حالا رپرها هم درسته گنگشون بالاست ولی تاییدشون مثل گنجیش که مثل مردان آهنینن، یعنی هیکلای گنده اونا دارن با دلای کوچیک. رپرام زبونای تون دارن با میبرم یه جا که آنتنش خرابه، فقط خاکیه با چند تا خرابه، شلوار و 6 جیب میرسه گمرک، تهرون و افسم نمیشم گمرک. ببین چهارمین ایهام گمرک، خیابون گمرک، تهرون بلدم نمیشم گمرک. اینم باز اومده از لفظ جناس استفاده کرده و یک ایهام تناسبی آورده که عرضم به حضورتون دو کلمه اگه بخوام به صورت ادبی بگم دو واژه یکسان در معانی مختلف ایهامو به کار میبره که تو ایهام هایی هم که من تو رپرها خیلی دیدم به کار میبرد جی خیلی ایهام به کار میبره. این گوشه ذهنتون باشه. آفه به میگه قلدر میپرسه بیسه میگم نه کندور، بلان تموم شد باز داره وینی جی آره فیمس همه گفت وینی جی آره. ببین این وینی جی آره با وینی جی آره شد ایهام پنجم، یعنی خودش اومد با این بازیکن رئال دیگه وینی جونیور مقایسه کرد، باز هم از همون کلمه جناس ایهام استفاده کرد. آفرین کار باحالیه. تا الان یاد یه هولوگرام لیمیتد داره، مغزم مثل پریست بازه اگنگسا. بچه‌ها پریست هم که یک فضای آماده‌ای هستش، میتونه این پریست تو قالب برنامه‌های کامپیوتری مثل کیوبیس و این اتفاقا باشه، میتونه مثلا تدوین هم مثل افتر افکت پریمیر، یک فرم آماده است. میگه یعنی اون به روتین بودن زندگی اشاره داره. رپ زدم خیلی بیبی، سفید پوست ساجیتون اسلیم شیدی، دافت بیش فعال ADHD در دسترسم ایر بی ام بی. ببین باز از مخففا و کلمات‌های انگلیسی قافیه استفاده کرد که توی سبک نسل 4 و دریل و این اتفاقات اصلا وجه تمایزش با این شروع شد که قافیه‌ها به صورت انگلیسی بود که سفلیسی کیدز خیلی از این سبک استفاده می‌کرد. حالا عوام شدش دلگیر، یه رو جبریلم یه رو ادریس، شمشیر زئوس میره تو ابلیس، بیتام مقدس شدم قدیس. حالا عوام شدش دلگیر، یه رو جبریلم یه رو ادریس، شمشیر زئوس میره تو ابلیس، بیتام مقدس شدم قدیس. اجو واسه فلا میام مخت میده اودی چون که انگاکسی کدونو حلش کردی با کدی کم. ببین ورس سوم اومد فلوی کارو عوض کرد کلا، یه صورت از جامپ های بسیاری زد و یه سری فلور و رایمش نسبت به ورس اول و دوم متفاوت شد. فترون ببینمتون اسمتون میشه فوتی، رفیقان با ایتیلیف میرسن فوری فوتی. باز ششمین ایهام فوتی، یعنی سری فوری فوتی و فوتی کسی که میمیره. آفرین، یعنی هدفمند رفته بالا. خیلی از جناس استفاده. موزیک میاد بیرون چاقی میخونی اکیلو، میبرمت تو بیابون میشونمت روی زیلو، جوجه رپرا میپرم به واسه ویو، سلامتی فنا میزنم تکیلا و با لیمو. ما رو میبینی تو خواب کم پیداییم باشی مثل گل ناب، با ما میدرک حساب کوچه قرمز معلم پر کاب. از پریکوروس استفاده کرده. یه کار دیگه وینا که من اومدم آنالیز کردم و نقد کردم بهش گفتم یعنی از نوع یکم نوت تو صداش میده و برای رپرها خوبه که بعضی وقتا موزیکو به صورت تونیک بخونن و از ریتم درارن. ما رو میبینی تو خواب کم پیداییم باشی مثل گل ناب، با ما میترک حساب کوچه قرمز معلم پر کاب 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 پر کاب. ببین بیت باحاله، یه بیتیه که زیاد شلوغی توش نیستش ولی فضای باحالی داره، یه فضای اولد و دپ باحالی داره و با کار پانچ شده، یعنی پانچ شدن یعنی نشسته با اون کلام خواننده. ادامه کارو بشنویم. کار جالبی بود، من این کار رو خیلی دوست داشتم. ویناک خواننده و رپر پرکاریه که حالا نه تنها زیر نظر و با اون لیبل بلاد دارن کارشون رو عرضه میکنن و فیتایی با
سروش داره، خودش هم کار زیادی پخش میکنه. وقتی که یک رپر به نظر من شهامتی نداره که کار زیاد پخش کنه، قدیمی‌ها میگن دیکته نانوشته غلط نداره، آزمون و خطا میکنه، بالاخره 5 تا کار میده یه کارش شنیده میشه و این کار خوبی بود. تبریک میگم بهش. من از بیت خوشم اومد، از فلو ویناک خوشم اومد. امیدوارم که این نقد ما رو دوست داشته باشید. اگه حال کردید با این نوع برنامه و این سبک برنامه ما رو حمایت کنین، تو کامنت هاتون به ما بگین که ارزم به حضورتون چه کاری رو دوست دارید. و من داشتم بقیه کامنت ها رو میدیدم، تو یکی دو روز خیلی من گفته بودین که آلبوم سورنا بهرام حتما نقد کنیم، که ما این کار در همون روزی که میاد سعی میکنیم بروزتر، همینجوری که همین الان از تنور در نیامده کارا نقد کردیم. 19 هم منتظر باشید، برنامه قسمت بعدیش سورنا و یک برنامه مفصلیه. بهرامو میخوایم آلبوم، کاور و همه چی نقد کنیم. دوستتون دارم. I love you.